米纳卜位于伊朗南部，距离首都德黑兰超过1000公里，临近波斯湾沿岸。袭击事件发生后，伊朗总统佩泽希奇扬发表声明，强烈谴责这一惨无人道的暴行，并号召全国人民在此艰难时刻保持坚韧与团结。مشاهده کنید عزیزان بزرگوار، یک بار دیگه سند جنایت رژیم صهیونیستی برای جهانیان اثبات شد. این تصاویر رو دنیا باید ببینه. دنیا این تصاویر رو ببینه بزرگواران. مدعیان آزادی این تصاویر رو ببینن. این تصاویر رو ببینید عزیزان. همینطور که مشاهده می‌فرمایید کتاب بچه‌ها زیر این آوارها دانش آموزانی دارن پرپر شدن که نه نظامی بودن. زیر این آوارها بزرگواران دانش آموزانی پرپر شدن که نه نظامی بودن. این عزیزان صبح اومده بودن درس بخونن. عزیزان بزرگوار، یک بار دیگر سند جنایت رژیم صهیونیستی بر همه اثبات شد. کتاب این دانش آموزان رو ببینیم بزرگواران.